بسم الله الرحمن الرحیم. قل بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. بگو با فضل خدا و رحمت او این قرآن نازل شده است، از این را با همین خرسند شوند که این چیز از آنچه آنها میغون دارند بهتر است. خداوند پایان ماه رمضان را همچون عید برای مسلمانان قرار داد تا خرسندی و خوشحالی شخص مؤمن از آن باشد که بهر رضای خدای خویش کار نیک انجام داده است و برای حیات حقیقی و ابدی خود عمل ماندنی اجرا کرده است. ماه رمضان یکی از چنین سبب‌های می باشد که شخص مؤمن می تواند بلکه حق دارد که بعد انجام آن خرسندی و خوشحالی نماید، آن برایش عید باشد. این روز عید است، زیرا طول یک ماه با فضل و مرحمت الهی هزارها بندگان از آتش دوزخ نجات یافته و رضای حق را به دست آورده، هزارها دل شکسته جبران شده و شکم گرسنه سیر گردید، هزارها کینه و کدورت رفع گردیده و دشمنی و عداوت پیشینه برطرف شده است که این همه از فضل الهی است و نشانه رحمت خدایی. این روز عید است، زیرا این ماه بود که هزارها بار قرآن ختم گردیده و ورد زبان میلیونها نفر از اهل ایمان بود. هزارها رکعت از نماز نفل به طور گروهی و تنهایی خوانده شد. هزارها کف زاری و تولا سوی درگاه الهی بالا شد که این همه جالب رضای الهی است و باعث مهربانی خدایی. اکنون بعد این همه فضل و رحمت می سزد که بندگان آن را به طور شایسته جشن گیرند و خرسندی و خوشحالی کنند، همدیگر را تبریک و تهنیت کنند، مبارک باد و فرخنده گویند، زیرا بر حق روزی بزرگ و عید زیبنده است، روزی که خداوند پاداش زحمت‌های یک ماهه بندگان خود را می دهد. از این رو می سزد که همدیگر را با این پاداش بزرگ و دستاورد بی‌نظیر مبارک باد گویند. خدایا از ما، از دوستان ما و از تمام اهل ایمان عملهایی در این ماه انجام داده امان را قبول کن. ما را از جمله رستگاران بگردان و از زمره محروم شدگان از خیر و برکات این ماه مگردان و این روز را برای ما عید و مبارک گردان. عیدتان مبارک باد دوستان عزیز و ارجمند.